حجاب امر الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی به پیامبر بزرگوار اسلام امر میکنه که مسلمان ها رو امر بکنه به چی؟ به حجاب. در سوره احزاب آیه 59 الله سبحانه و تعالی، احمد جان اگر نشون بدی، در اینجا میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خیش را بر خیش بیندازند یا فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند، این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند و الله آمرزنده مهربان است. پس حجاب امری است از طرف الله سبحانه و تعالی به پیامبر که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین. کسی که امروز با حجاب مبارزه میکنه، میخواد رحمانوف باشه، میخواد امام حرم باشه، میخواد هر کسی که میخواد باشه، ملا باشه، آخوند باشه، رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، هر کسی باشه، هر کسی که با حجاب مبارزه میکنه در حقیقت داره با الله و با رسولش مبارزه میکنه. در حقیقت به الله و رسولش ایمان و اعتقاد نداره. اگر حکومت تاجیکستان، سران تاجیکستان، مفتی تاجیکستان به الله و رسولش ایمان و اعتقاد دارن، باید به این آیه قرآن کریم عمل بکنن. آیه بعدی که الله سبحانه و تعالی در مورد حجاب مسلمان ها رو به اون امر میکنه، آیه 30 و 31 سوره نور هست که الله سبحانه و تعالی در آیه 30 خطاب به مؤمنین میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند، این کار برای آنها پاکیزه تر است، بیگمان الله با آنچه انجام میدهند آگاه است. در آیه بعد که مفصل تر است، الله سبحانه و تعالی خطاب به زنان مؤمن چی میگه؟ و قل، بگو ای محمد، للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ترجمه این آیه چی است؟ و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاه خود را حفظ کنند. یعنی چی؟ یعنی زنا نکنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه را که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مقنعه‌های خود را بر گریبان‌هایشان بیفکنند تا گردن و سینه‌های آنها پوشیده گردد و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان خدمتگزاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که به شرمگاه زنان آگاهی نیافتند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی الله توبه کنید تا رستگار شوید.
این آیه صریحاً اصنافی از مردها رو بیان میکنه که زن میتونه در جلوی اونها چادرش رو بیاندازه، البته اون حشمت و عفت خودش رو حفظ بکنه، لباس محتشمی بپوشه، اما میتونه که چادرش رو برداره. این اصنافی که اینجا ذکر شدن، پدر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده، مثلا عمو، دایی، کسانی که جز محارم محسوب میشن، در جلوی اونها میتونه چیکار بکنه؟ چادرش رو برداره. در اینجا یک موضوع مهمی هست که بعضیا میگن که خب در اینجا گفته که زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه که آن طبعا نمایان است. در آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که بلا یبدین زینتهن. اینجا یک اختلافی است بین علما که آیا صورت زن جز زینت محسوب میشه که این رو باید آشکار نکنه برای مردان نامحرم. در این مسئله علما اختلاف دارن و بعضیا بر اساس هوا و هوس اومدن این آیات را تعبیل و تفسیر کردن که آیا صورت جز زینت نیست و بعضیا گفتن هست. اما آنچه که از فهم کلی آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهمیده میشه این است که صورت زن جز زینت هست. من یک مثال خیلی ساده برای شما عرض میکنم. احمد، محمود، یک دوستی، برادری میخواد بره خواستگاری یک زن. بیشترین چیزی که یک مرد در یک زن براش اهمیت داره صورتش است. میگن فلان زن زیباست. به نظر شما منظور این گفته از این که فلان زن زیباست، کجای زن زیباست؟ پاهاش زیباست؟ دستاش زیباست؟ 100% منظور از زیبایی در نزد مردها، در نزد کسی که میخواد یک زنی رو خواستگاری بکنه، زیبایی صورت است. مهمترین زینت یک زن صورتش هست. زیباترین اعضای یک زن در صورتش هست. شما ببینید که شاعرها آیا اومدن در باره مچ دست و مچ پای فلان زن شعر گفته باشن؟ بیشتر شعرهایی که شعرهای عاشقانه‌ای که گفته میشه در مورد چشم است و ابرو هست و لب است و گیسو هست و رخسار هست و گونه ها هست و همین چیزایی که واقعا در عالم عشق و عاشقی اگر شما برید اشعاری که در این باره سروده شده ببینید، کسی نیومده گفته باشه که مثلا مچ دست فلان زنی این گونه بود و مچ پاش این گونه بود و پنجاش اینطوری بود و انگشت. همه اینها وقتی که صحبت میشه در این مورد، در مورد صورت یک زن است. محل فتنه، محل زینت، جایی که تحریک میکنه مردها رو، جایی که سبب میشه که یک زن شناخته بشه به زیبایی یا به عدم زیبایی، صورت است. حالا عده بیان بگن که یک زن باید چادر بندازه، همه جای خودش رو بپوشانه تا مچ دست و تا مچ پا، بعد این صورتش باز باشه. و کدوم زینت رو این زن پنهان کرده؟ کدوم زینت رو پنهان کرده؟ در هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ بشریت، البته اون جنگل ها رو بذاریم کنار، در جامعه متمدن و مترقی در ادیان و مذاهب مختلف هیچ وقت نگفتن که زن با سینه های عریان یا با شرمگاه عریان بیاد در جامعه ظاهر بشه. اینو در همه جوامع بد میبینن. پس منظور از پوشاندن کامل زن، پوشاندن سر و صورت است. کاملا باید یک زن پوشیده باشه. و اونایی هم که اومدن این قضیه رو تعویل کردن و خلاصه فعلا فتوا به این میدن که صورت زن باید باز باشه و نقاب نداشته باشه، این بر اساس هوا و هوس است. نه دلایل محکم از قرآن کریم دارن، نه دلایل محکم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معروفترین حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که ایشون میگن که ما در حج بودیم. همه شما میدونید که در حج در حالت احرام باید صورت زن باز باشه، اونم در زمانی که مردها نباشن، شلوغ نباشه، در جلوی مردهای نامحرم نباشه. ذکر میکنن موقعی که میگن مردها از جلوی ما میومدن، صورت خودمون رو میپوشاندیم با چادرمون. پس در حقیقت پوشاندن صورت جزئی از حجاب هست.